سلام به همه شما دوست عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های ویداکوک خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام یه شیرینی یا دسر خیلی خوشمزه محبوب و معروف امریکایی رو براتون درست کنم که اینجا به اسم اپل ترنوور معروفه و فکر میکنم معادل فارسیش یه چیزی مثل پیراشکی سیب بشه. همراه من باشید تا بهتون نشون بدم این دسر خوشمزه چطور درست میشه. برای شروع من 2 قاشق غذاخوری کره رو داخل تابه گذاشتم روی حرارت ملایم. کره که آب شد 2 تا دونه سیب متوسط رو نگینی خرد کردم و به کره اضافه میکنم. من از یه دونه سیب ترش و یه سیب شیرین استفاده کردم چون ترکیبشون کنار هم دیگه خیلی خوشمزه میشه. حالا به سیبا 2 قاشق غذاخوری شکر و 1/2 قاشق چایخوری پودر دارچین اضافه میکنم. روی همون حرارت ملایم به مدت 10 دقیقه الی 1 ربع میذارم که سیب کاملا بپزه و نرم بشه. فیلینگمون آماده شد، میریم سراغ خمیر. یه ورق خمیر هزارلا دارم که با کمک وردن اول کمی اون رو باز میکنم. 4 تا برش عرضی و 1 برش طولی میزنم تا قطعه‌های خمیر حدوداً مربع شکلی داشته باشم. من امروز میخوام چند تا شکل مختلف رو به شما یاد بدم و اینکه شما میتونید با هر فیلینگی این شیرینی های خوشمزه رو درست بکنید. خب اولین مدل اینه که 1 برش خمیر رو میذارم روی سطح کار و برای اینکه خیالم راحت بشه که خمیر به سطح کار نمیچسبه یه مقدار آرد از قبل روی سطح کارم پاشیدم. چند تا برش روی سطح خمیر میزنم. مایه فیلینگ رو سمت دیگهش میذارم. خمیر رو لوله میکنم و به صورت نیم دایره‌ای شکل میدم. مدل بعدی حدود 4 تا برش از یه سمت خمیر میندازم، فیلینگ میذارم روش، خمیر رو تا میکنم و با کمک چنگال کمی مدل میدم و میذارمش روی سینی. من اینجا چند مدل دیگه هم براتون گذاشتم چون که خمیر هزارلا وقتی که داخل فر میپزه از اسمش هم معلومه هزارلا پف میکنه و خیلی شکل قشنگی پیدا میکنه شیرینی شما.
روی شیرینی های آماده شده رو با یه دونه تخم مرغ زده شده براش میکنم و سینی رو به مدت 20 دقیقه داخل فر با دمای 190 درجه سانتیگراد میذارم. همونطور که ملاحظه میکنید اپل ترنوورهای خوشمزه و خوشگل ما آماده شدن. حتما این شیرینی خوشمزه و ساده و آسون رو درست بکنید و توی این عصر پاییزی از خوردنش لذت ببرید. در ضمن یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید و این کانال رو به دوستانتون معرفی کنید.